سلام علیکم و رحمت الله. دل برادر سلام عزیز خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت علیکم داماد خوب السلام و هستین رحمت انشالله. الله. حضرت شما خوبی تنجی سلامتی خوبه. سلامت باشید بزرگوار من. فقط یک خبر مهم رو شنیده بودم، همین 2 روز قبل از تاجیکستان همون رو میگویم، اما دیگه وقت شما رو زیاد نمیگیرم، باید با مخلصان انشالله باشید. همین چند روز قبل بود که با به هر حال در تاجیکستان با دوستان و با خویش تبرون در تماس هستیم. خبر مهمی رو برای ما دادن. یکی از همسنفانم که بسیار خویش تبار نزدیکش در کمیته امنیت کار میکرده است، گفتن که سبب اساسی امین برکنار کردن رئیس پیشینه ولایت مختار کوهستان بدخشان در این است که در حال حاضر یکی از معاونان پیشین یتیم را اونجا گذاشتند و میخواهند یک هدفی را دارن رو عملی کنند و هدفشون این است که گروه های الفای امنیت رو میبرن به بدخشان، لباسی مثل طالبان در تن میکنن و ایزارای خشتک دراز سلامسی در پا و همین خیل یک ترورهای رو به عمل میگذارن اونجا، تو اینکه همون مردان با غیرت و جسور و به هر حال ولایت بدخشان بسیار با هم بسیار متحد خوب هستند، مردان با غیرت هم زیاد است، تا امروز خیلی اونها رو از بین بردن. همین هدف رو دارن که باز دوباره همون بعضی از همون قماندانای پیشینه را و باز فهمیدیم در اخبارات که بین اونها بسیار اختلاف بزرگ به وجود آوردن. محمد باقی را در بازار خونه قبلا برای کارچه زدن همترین پرابلم دیروز آزادی نشرش کرده این مسئله. وقتی این امنیتیش دیگه ما این معلومات را تحلیلا نشر کردیم که اینا اصلا یعنی که هدفشون برای روان کردن همون امنیتی میرزان آباد یعنی که در این وظیفه تنها و تنها شکستن مردم بدخشان و مطیع کردن و با زانو شنوندن در پیش رحمان فایز. ولی خلاصه امین را گفت از ما خواهش کردن که شما شبکه اصلاح در آمده همین خبر رو مستقیما بگید، بهتر میشد مردم خوبی بدخشان، مهاجران بدخشان این رو بفهمند، پیشکی آگاه باشند، هر مگونه به قول خودمون که رصیدهای خود را بگیرد، چون که همون گروه های الفا در زندان سال 2019 در زندان کیپیش وحدت در آمده بودن، کشتار بیرحمانه حمام خون برپا کرده بودن، میگه همین هدف رو دوباره میخواهند در بدخشان برگزار کنند. و حضرت داملو از این وقت الفا با فکرم. بله الفا الفا در امنیت الفا ای امانش ای خورشیدی سبزیه ای بله سلامت باشه حضرت شما، سلامت باشه، زنده باشید. همین رو بهتر شما با تحلیل کنیم به همه مهاجران برسونید. حتما خدا تحلیل میکنه. سلامت باشید. خدا نگهدار. خب بله بینندگان گرامی، این ایشون سید اسحاق بود، برادر ایشون عبدالستار، یکی از برادران مبارز و برادرانی که واقعا هم 24 ساعت در خدمت و در تکاپو و تلاش برای زندگانی بهتر این ملت و مردم و در مورد مسیر زندانی ها خیلی زحمت های شایانی میکشن. خوب اینا معلوماتی بود که برای شما رسیده شد و اون معلومات رو ما در مقاله بدخشان نشر کرده بودیم. معلومات عمومی بود البته که اینا چی فکر دارن. اینا ای فکرش الفا میدرن، لباس طالبیشو میپوشونن، میدرن میرن تمام لیدرها را میکشن، میگه طالبا اومدن فقط همین لیدرهای بدخشان کشتن و بگو چون عراق رئیس ولایت نکش، میگه کشته نمیتونید. برای چی؟ برای او عاشق پورا نکشته باشه. فهمیده این رحمان رو به همه جنایت دست میزنه. این لعنت کرده الله. ما مردم بدخشان در همون برنامه خبرشون کرده بودم که فهمه شما با این بازی نکنیم، ما این شتای این لعنتی رو بر وقت خوردگیم، ما این هر کجا در اومده یه پاش بمونه میدونیم ما پدن علت اخدا زده چی مقصد داره و چی فکر داره. بینندگان گرامی، کانال برادر سلیمان انشاءالله که در پادپیست کردن با کانال برادر سلیمان کوشش کنید، با کانال برادر سلیمانی فارسی کرده، سلیمانی فارس کانال نو بوده است، به همین کانال ابونه شد تا اینکه بچه‌ها تحریک شوند و بخیزن برنامه‌های جدیدی آنلاینی خودشون انشاءالله که یعنی تشکیل کنند تا باری ما را سبکتر کنند انشاءالله. و کانال برادر سلیمانی دوداری ما ابونه شوید تا انشاءالله که تواند بیشتر کارهاش انجام دادن بگیرد در قضیه آن چیزی که مربوط به وطن و آن چیزی که مربوط به ساحه مبارزه است انشاءالله. خب فعلا 200 چند پادپیسچیک دارد. ولی بینندگان گرامی 299 پادپیسچیک دارد برادر سلیمان. انشاءالله که امیدوارم 311 انشاءالله از 1000 بگذرونش تا اینکه بتواند چی کند پراموی افیراش انجام بدهد با کانال جدیدی خودش تا انشاءالله که باری بعضی از افرادی که در این مبارزه هستند انشاءالله بارشون ثابت.
و لایکاتون رو گذارید، در پادپیسات کردن توهین نکنید تو انشاءالله با همون مره که نیت کرده ما گذاشتیم انشاءالله اگر پیشتر رسیم فبها و نعم، اگر زیادتر شد اون هم الحمدلله ثم الحمدلله. ولی انشاءالله که کوتاهی نکنید در پادپیسات کردن، در گذاشتن لایکاتون تا سبب بیشتر بیداری ملت شود. هر روزه خبرها و آن چیزی که از تاجیکستان میرسد این دلالت از پیشروی ما و شماست،